بعد از کامنت های مسلمانان مالکش خواستم در مورد این مسئله توضیح کوتاهی برای شما ارسال بدم. عقد نکاح پروسه است که در خود خطبه و ایجاب و قبول دارد. زن ایجاد میکند، مرد میپذیرد یا قبول میکند. مثلا زن میگوید انکحتک نفسی علی المهر المعلوم، خودم را به گایش میدهم در برابر مزد معین شده، یعنی مزد معلوم، مقدار پول معلوم. مرد هم میگوید قبلتو، قبولت کردم در برابر این مزد تو را به گایش خودم اختیار کنم. اینجا دیگر مالکشی وجود نداره. این قسمت ایجاب و قبول عقد نکاح است. عقد نکاح یک پروسه هست و نکاح گایش معنا میدهد. مردان مؤمن و زنان مؤمن ایجاب و قبولتان را به زبان فارسی بنویسید در کامنت ها.